هیچ وقت پر نمیشه. الان اینجا کجاست توضیح بده خانم آرزو. اینجا بندر شرفخانه، ساحل دریاچه ارومیه. چرا آب ندارید پس؟ والا نمیدونم، صدا رو بستم، بارندگی کم شد دیگه، هیچ آبی نیست. آب قشنگ پسروی کرده و دریا خوش شده. خب کی خوش کرده؟ کار خودشونه؟ خیلی واقعا جای حسرت خوردن داره. آره به خدا خیلی واقعا جای حسرت خوردن داره. شبنم حالا شما اینجا رو نگذاریم. خب من همیشه که آب بود، یه دفعه که سال اول اینجوری نبود، همچنین که این دفعه یعنی آدم دلش میگه. خب قشنگ دل آدم میگه. سارا مواظب باش.